نونر وزارت دروی روسیا نیکولای بوریستیو دبیجه وزارت دروی روسیه د پیوندین خود لګل هفشارن خوین روجاوایی د درباری وګرا پنابرین سوریج به ولات وان بردوامه. بوریستیو د دخیانی که روجماوانی دراگهاند کود دما گفتگو کرنا روشا سوریه بگشتی گهدانه کمزن درباری پرسا گریدایی به وگرا پنابرین سوریه سرجی وارن خواه آتدان جبوه مبسته ولات روسیه بکارکی جدی رادبه. و سربار کرد که د 24 مهیده وزیر دروی روسیه سرگی لاوروف و سروک ارکان گشتی روسیه والیری گراسیموف هفدیتنک لگل سروک فرانسا ایمانویل ماکرون و راوشکارا آلمانی انجلا مرکل پیکانی او جیج بوگنگ شکرنا دوسیا وگرا پنابرین سوریج با ولات وان. دیپلماتکای روسی درباری بجداری ولات آلمانیا دوی پروسه مروواهی ده گوت که او هیوی دکه کود پیش روژه ده ولات آلمانیا ایجی بجداریت پروسه مروواهی ده بکر لگل هجماره که ولات بجداری اندی. جالی خواه سروک ناوندا نشتیمانی ریوبریا کاروبارین بروانی روسیه میخائیل میزینتسیف را گهاند که روسیه دخوازه ولاتین جیران جی سوریه را دی سریده ترکیه و اردن و لبنان تولی پروسه و گراندنا پنابرین سوریج با ولات و امریکا. اردوی درباره ده روزنامه الجمهوریه یا لبنانی راپورت که بندین پلان روسیه درباره و گراندنا پنابرین سوریج با ولات وانش کرده که کلگوری و روزنامه دایه دیار کرن که بنده سرکه پلان روسیه او آواکرنا کمیته یکسی عالی ادنابر لبنان و اردن و ترکیه ده تا که هماهنگی بروسیه را بکن درباری و گراندنا پنابرین سوریه. امان روزنامه سربار کرد که روسیه و رژیم اسد تکذیر سر پیشکش کرنا گارانتیا پراسنا پنابران یون کو و گران سوریه کرن. اروها جالی و خواجی سروک دسته دانو سنتکاری هف پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه نصر الحریری گفت که وگرا پنابران جبو سوریه بریادیتنا چاره سریه که جکریزا سوریه را گاوک پیش وقت و شاشه و هشیاری جپیکانینا تاوانان در حق ولاتین سوریه جالی رژیم اسد و میلیسین ایرانیین کل سوریه دمینن دا بریا چند روزانجی جگری سروک هف پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه بدر جاموس را گهاند بو که وگرا کوچبرو در بدران گریدای به قناغا و گویز و پیدا کرنا جنگه که آرام و جگیر لسوریه و او یک تانها پیک نهاتیه و آسته مجیکو پیکوره. و دخواز جنتوی نگرتی ولاتین دوست جگل سوریه را کربو که پروسه و گوهستنا پنابرین سوریج به ولات وان دوان روشین آلوز ده که بروشه که مطرسی دارون آرام پسند کربو نپجرینن و تکزیل سر پراسنا ولاتین سیویل و پنابران کر لگوری ریکفتن ناو دولتی درباری و مبسته.